برم بیازم و چی برد آگنو چاکی مرا تبا جاونا چاکی مرا درجه بری زهر زنداب کده بودن. نولای شهرینیسا برای مادرش. مادر 47 ساله او 4 ماه پیش در خانه‌اش در ناحیه عبدالرحمن جامی کشته شد. به نقل دختر او را پدراندرش به قتل رساند. از مرگ زن اول خواهرش را آگاه کردند. ساعت 3 شب مادر تلفن میکرد میگم بیو ای مرگ بگی ما حیران میمونیم که چی گپای گفته. میریم که سلفند پیچوندگی موندگی همینجورش رنگی کورت زدگی بود همینجورش کورت زدگی نه که همین خیلی با فکرم تروس بود چیه بود که انا میپستو هم رفتگی. سوری جورخانووا و اعظم خدایبردیف 13 سال همسری همدیگر بودند. برای هر دو این ازدواج دوم بوده. هر دو هم از همسران اولی فرزند داشتند. نزدیکان زن میگویند زندگی او با جنگ و جنجال همراه بود. اما وضع بعدی آن بدتر شد که دختر زن را با پسر شوهرش عائله دار کردند. بچه‌ش گرفته گفتم 6 ماه زندگی کردم خاطر بچه‌ش. بعد جدا شدم از بچه‌ش. بعد هم جدا شدیم و جنگ را از باشون سر شد. اومدم خانه‌اش یک نیم ایستادم که شایم کشتنش. من گفت که خانه نره که مرا میکشه. یعنی چند بار چی کشتن میکرد جایم خانه‌اش بودم. یا برام قرتاش جفی دبلاش کوپچارو چاپا کرد که میکشیم. مرد در دادگاه گفته است که همسرش را بوغی کرده کشته است. به نقل همسایه‌ها بعد از این حادثه او خودش به پلیس رفته به جنایتش اقرار شده است. وی برای آدمکشی 9 سال زندانی شد. نظر این مرد و نزدیکانش به حکم و این قضیه معلوم نیست. اما یگانه دختری زنی کشته شده میگوید از حکم راضی نیست. به گفته وی مادرش تا زمان مرگ چندین بار از بدرفتاری شوهر به مقامات شکایت برده تهدید شده بود. اما کسی به دادش نرسید و این حالتها به گفته او ضمن اعلان حکم هم به نوبت گرفته نشده است. تا بچه زدن و چم خیلی سرش کردن و چم رفت عرضه کرد تا دختر گذشتگیه دادش کردگه به دختر چی گرفتگه قواز برده دل دادگه هیچ عرضه چاره ندیدن ارزش اومده شکایت کردگه که مقصد که چی کنین مرا یاردم کنین مرا همین آدم دختر ما ویران کرد مرا غم داده استای سر کرده استای گفته همیشه شکایت کرده بود همیرا یگون ویش نبروردن. مقامات کمیته کار با زنان از افزایش موردهای زورآوری و جنایتکاری علیه زنان در کشور خبر دادند. بنا به اطلاع این نهاد در 6 ماه اول امسال نسبت زنان و دختران نابالغ بیش از 900 جنایت صادر شده است. دقیق نیست که چند حالتی آن به کشتار زنان وابسته است، اما مقامات انتظامی پیوسته از مرگ زنان در پی مناقشه‌های عائلوی و با دست شوهرانشان گزارش‌ها می‌دهند. به نظر تحلیلگران اگر صدای زنان آزاردیده سری وقت شنیده و به مشکل آنها رسیدگی میشد شاید امکان داشت از بسیار فاجعه ها پیشگیری کرد. و در این حالت وظیفه دولت از آن عبارت می باشد که دولت گفته من در نظر دارم مقامات های حفظ حقوق و پیش از همه شعبه های کارهای داخلی شعبه های وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه ها در آن می باشد که هنگام مراجعت نمود زن با شکایت با عریضه آید به زورآوری به چنین عریضه ها دقت مخصوص دهند و این عریضه ها واقعا سنجیده شود. نسبت زورآور نه تنها جلب او به حقوق ویرانکنی مأموری و دیگر چاره های محافظتی که این قانون معین می کند روا دیده شود. کارشناسان میگویند در بسیار موارد به جزا ماندن عاملان زورآوری در عائله یا با جریمه ناچیز آزاد شدن آنها سبب تکرار خشونت و با فاجعه انجام یافتن آن می شود. کمیته محو تبعیض زنان در سازمان ملل در گزارش سال 2024 تاجیکستان را برای تأخیر در قبول طرح قانونی که خشونت و لطوکوب زن را جنایت اعلان می کند تنقید کرده است. سازمان میگوید هرچند این ظهورات در تاجیکستان همانا یک مشکلی داغ است، اما طبق قانون برای آن جزای جنایی پیش بینی نشده است. با قبول طرح نوی کودکس جنایی که چند سال باز بحثش ادامه دارد و سری وقت به جوابگری کشیدن این خشونتگران، به گفته حقوقدانها میتوان از پیامد بد جنجال‌های عائلوی و خشونت جلوگیری کرد.